محسیا تو اینجا چی کار میکنی؟ سورپرایز ولنتاینت مبارکش. مرسی. ولی دوست داشتم توی کافه برام جشن بگیری. وا خوشحال نشدی؟ من می‌خواستم سورپرایزت کنم خوشحال بشی. حالا چه تو خیابون چه تو کافه هر جا مهم اینه حالمون خوب باشه. حالا اشکال نداره تو کافه هم واسه جشن میگیرم. خب باشه مرسی. خودتو بازه می‌کنی؟ خب اینو بگیر. این چیه؟ عروسکی که دوست داشتی خوشگل نیست؟ شوخیت گرفته؟ تو این دور زمونه‌ای که همه دارن به دوست دخترشون پرش و BMW خونه میدن تو به من عروسک میدی؟ فکر می‌کنی من دختر تینیجری ام که با این خرزوق میشه؟ برو پی زندگیت بابا. صبر کن. چرا همه رابطه ها مادی شده؟ اصلا چی شد که عشق و حس خوب یادمون رفت؟ صبر چیز قشنگیه. اگه یادش بگیری. همیشه نیمه پر لیوان نگاه کن. خوشگله نه؟ بهت گفتم که همیشه نیمه پر لیوان نگاه کن. محسیا اگه آدمم بودی همین عروسکم قبول میکردی. جون مادرت سرت نیار بالا تا بری تو. چند تا دیگه مونده؟ ببین این که مرزداران بود 6 تا دیگه کلا مونده. اگه عروسک قبول می‌کرد بعد چیکار می‌کردی؟ با کلاسا خدا رو شکر هیچ کدومشون عروسک قبول نمیکنه. همه دنبال خونه و ماشین و این چیزان. کی فکرشو میکنه توش ماشین باشه تو اون عروسک؟ ببین بجون بریم که پول رنت ماشینم مونده. بده بره بمونی که سوخته میده.